بیشتر آدما فکر میکنن که مثلث برمودا فقط یه افسانه است، اما بعضی از حقیقتاش اونقدر عجیبه که حتی دانشمندان هم ترجیح میدن کمتر راجع به این موضوع صحبت کنن. مثلث برمودا اینجا جاییه که قطب نماها رو دیوونه میکنه و زمان گزارش شده کند و تند میشه. و البته تعدادی کشتی بدون هیچ خدمه‌ای اما کاملا سالم پیدا شدن. اما سوال اصلی اینه که واقعاً اونجا داره چه اتفاقی میفته؟ اولین حقیقت عجیب اینه که مثلث برمودا به صورت رسمی روی نقشه دریانوردی اصلا ثبت نشده و هیچ سازمان بین‌المللی دقیقاً براش مرز خاصی رو مشخص نکرده. اما با این حال ده‌ها گزارش ناپدید شدن از این محدوده تا حالا ثبت شده. پس اگه همچین چیزی واقعاً وجود نداره، پس این ناپدید شدن‌ها به خاطر چیه؟ در سال 1945 5 هواپیمای نظامی آمریکایی برای انجام یک تمرین ساده به پرواز در اومدن و دقیقاً چند دقیقه بعد خلبان‌ها گزارش دادن که قطب نماها درست کار نمی‌کنن و دارن جهت‌ها رو اشتباه نشون میدن. فرمانده این پرواز گفته بود احساس می‌کنیم که داریم روی آب‌های سفید پرواز می‌کنیم و بعد ارتباط اونها برای همیشه قطع شد. و حقیقت عجیبتر اینه که هواپیمایی که برای نجات اونها رفته بودن هم ناپدید شد و هیچ لاشه یا سرنخی ازش هیچ وقت پیدا نشد. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو با دقت ببینید. جالبه بدونید که در بعضی موارد هم یه سری کشتی پیدا شدن. کشتی ها کاملا سالم با بار کامل و حتی غذاهای روی میز. اما هیچ انسانی وجود نداشت و هیچ نشونه ای از خرابی، درگیری و یا هیچ چیز دیگه‌ای دیده نشد. اما سوال اصلی اینه که خدمه و کسایی که توی اون کشتی بودن کجان؟ جالبه که بدونید مثلث برمودا یکی از معدودترین نقاطیه که شمال واقعی و شمال مغناطیسی تقریباً همراستای همدیگه میشن. اما خب این وضعیت همیشه ثابت نیست و این تغییرات میتونه قطب نماها رو به شدت جابجا کنه. برای خلبان‌ها و دریانوردهای قدیمی این یعنی یه حرکت اشتباه و حرکت اشتباه اونم وسط اقیانوس یعنی پایان. تا چند سال پیش دانشمندا فکر می‌کردن موج‌هایی با طول 30 متر فقط یک افسانه هستن. اما الان ثابت شده که این طول موج‌ها واقعی‌اند و در مناطق خاصی به خصوص در منطقه مثلث برمودا دیده شده که این موج‌ها میتونن یک کشتی خیلی بزرگ رو در عرض فقط چند ثانیه کاملاً غرق کنن بدون فرصتی برای ارسال پیام کمک. در زیر بستر اقیانوس اطلس منبع غنی از گاز متان وجود داره و اگه این گاز ناگهانی آزاد بشه چگالی آب خیلی کم میشه و کشتی‌های بزرگ دقیقاً مثل یک سنگ داخل آب فرو میرن بدون اینکه اثری از اونها روی موج‌ها و سطح باقی بمونه. بعضی از خلبان‌ها و دریانوردها گزارش دادن که در این محدوده خاص ساعت‌هاشون چند دقیقه عقب و یا جلو افتاده. مه سفید و بعد قطع ناگهانی دید. در آخر بازگشت به مسیر عادی. دانشمندا و علم هنوز توضیح قطعی و واقعی برای این قضیه نداره.
دهه‌ها کتاب‌ها و مستندات اومدن مثلث برمودا رو خیلی خیلی ترسناکتر نشون دادن. مثلا بعضی از حوادث اصلا ربطی به این ناحیه نداشته، اما همه رو به اسم مثلث برمودا ثبت کردن. ترس فرو ریخت و این افسانه بزرگتر شد. و اما بخش آخر و حقیقت نهایی این محدوده دقیقاً چیه؟ حقیقت مثلث برمودا اینه که دقیقاً ترکیبی از همه این عوامله. طبیعت خشن، خطای انسانی، تکنولوژی ناقص و بزرگ کردن رسانه ها. اما همه این عوامل کافیه که یه انسان و کلی کشتی و هواپیما برای همیشه از روی زمین محو بشن. شاید مثلث برمودا دروازه‌ای به جهانهای موازی نباشه، اما هنوز اون ناحیه و اون منطقه‌ایه که به ما یادآوری میکنه طبیعت هنوز و شاید هیچ وقت تحت کنترل ما نخواهد بود.